آنچه گذشت. خب بالاخره به قسمت آخر ساخت این پروفیل بر رسیدیم. همونطور که تو قسمت قبل قول داده بودم، من بالاخره مشکل کامل نبریدن یه سری از این پروفیل ها رو که به خاطر گیر کردن کله بزرگ فرز به صفحه پروفیل بر بود حل کردم. این شما و این صفحه استیل بر 230 میلیمتری. صفحه عادی که رو مینی فرز میبندیم 110 میلیمتری هست و برای فرزهای بزرگ هم صفحه 180 میلیمتری داریم. ولی من از تو بازار صفحه 230 میلیمتری پیدا کردم. البته که خب صفحه 180 هم روی دستگاهمون کارایی کافی رو داره. یه مشکل دیگه بعد از بستن صفحه 230 پیش اومد که اون هم تاب برداشتن صفحه موقع روشن کردن فرز بود. البته این بار به خاطر بزرگ بودن صفحه مثل اون صفحه 350 میلیمتری نبود، بلکه به خاطر آماده نبودن شیار برش روی صفحه بود که بعد از چند بار فشار و برش صفحه این مشکل تاب برداشتن هم حل شد. حالا وقتشه که پروفیل برمون رو یکم شیک‌تر و کاربردی‌تر کنیم و برای این کارم من 4 تا درپوش لاستیکی پروفیل رو زیر پایه‌های پروفیل برمون قرار میدم تا دیگه هیچ لرزشی نداشته باشه و روی میز هم لیز نخوره. اینجا میرسیم به آخرین و یکی از مهمترین قسمت ها که به عقیده من خلاقانه ترین بخشی هم هست که ما روش کار کردیم، یعنی گیره نگهدارنده. اما نکته‌ای که این گیره باید داشته باشه اینه که باید هم در راستای محور X عقب و جلو بشه و به قطعه کار فشار بیاره، هم بتونه برای چفت کردن پروفیل یا هر قطعه دیگه‌ای که می‌خوایم اون رو با زاویه دیگه‌ای غیر از 90 درجه ببریم تغییر زاویه بده. به این خاطره که میگم خلاقانه ترین تکنیک رو اینجا زدیم. برای این کار یه قطعه پیچ متری و 2 تا مهره برای قرارگیری محور گیرمون تهیه کردیم. حالا کاری که میکنیم چیه؟ یه پروفیل 2 به طول 7-8 سانت برش میزنیم تا اون سیبکی که تو قسمت قبل گفتم رو بسازیم.
پیچ اون قطعه پروفیل 2 باید یه شیار داخل اون ایجاد کنیم به اندازه‌ای که پیچ متریمون بتونه داخل اون قرار بگیره. برای این کارم از مینی فرز و یکم چکشکاری روی پیچ گوشی استفاده می‌کنیم. البته سر پیچ متریمون هم یکم صاف میزنیم و سطحش یکم صاف بشه و بتونیم اون رو سوراخ کنیم. بعد از ایجاد شیار پیچ رو داخل اون قرار میدیم و تو مرکز اون یه سوراخ ایجاد میکنیم که هم از پروفیل و هم از سر پیچ رد بشه. دوستان، ما تقریبا 2 ماه کارمون رو شروع کردیم و تو این مدت کم نردبان ماژولار، میز کارگاهی، دستگاه بدنسازی جلو پا و پشت پا و الان هم تبدیل فرز به پروفیل بر رو ساختیم. اما همه اینها با هزینه شخصی ساخته شده و برای تداوم منظم و اجرای طرح‌های بهتر مثل ماشین‌های باگی و اسکوتر موتوری به حمایتتون نیاز داریم. پس ممنون میشم ما رو با لایک و سابسکرایب و فعال کردن زنگوله حمایت کنید. همچنین اگر کسی رو میشناسید که به اینجور کارهای فنی علاقه‌منده، ویدیوهای ما رو براشون بفرستید. تو این مرحله یه پین داخل سوراخ قرار میدیم و سر اون رو با چکش میکوبیم تا محکم قرار بگیره و محور چرخنده اون پروفیلمون بشه. این کار باعث میشه بتونیم زاویه نگهدارنده رو تغییر بدیم و قطعه کارمون رو تحت هر زاویه‌ای برش بزنیم. حالا باید مسئله دوم رو حل کنیم.
اونم اینه که تو این حالت نمیتونیم پیچ گیره رو بپیچونیم، پس باید یه تکنیک هم روی سر اون پیاده کنیم. اما قبل از حل این مسئله به سراغ جانمایی اون دوتا مهره‌ای میریم که باید با جوش دادنشون توی زاویه و موقعیت مناسب باعث سنتر بودن پیچ متری و کارآمد بودن اون به عنوان گیره بشن. پس کل سیستم رو روی صفحه پروفیل بور قرار میدیم، بازوی تغییر زاویه رو تا زاویه 45 درجه خم میکنیم و مهره‌ها رو بر اساس نقطه فشار مناسب جانمایی میکنیم تا اونها رو به صفحه جوش بدیم. حالا وقت برطرف کردن مشکل چرخش سیبکمونه. برای این کار یه مهره برمیداریم و اون رو به یه تیکه کوچیک از پیچ متری جوش میدیم. اینطوری هم میتونیم تغییر زاویه رو داشته باشیم، هم با قابلیت جدا شدن پیچ و سر نگهدارنده اون رو شل و سفت کنیم. حالا باید یه پیچ مناسب سایز مهرمون به سر پیچ متریمون جوش بدیم که سنت کردن اونها هم اهمیت زیادی داره. در آخر هم میبینید که مهره‌ها رو روی صفحه جوش میدیم و پیچ متری رو از نقطه مناسب برش میزنیم تا بتونیم که یه تیکه پروفیل رو به عنوان دسته به اون جوش بدیم. تو قسمت‌های بعد به سراغ ساخت بخاری کارگاهی، کارواش و خیلی طرح‌های خفن‌تر میریم. همچنین این نوید رو میدم که پروژه‌های الکترونیکی هم تو برنامه‌مون هست و داریم یه محصول جمع و جور برای تولید محتوا میسازیم.